سلام عشقای دلم. آقا اومدیم اولین ویدیو بلندمون رو بگیریم، اولین ویدیو چالشی بلندمون رو. همینطور که توی تاملین دیدیم میخوایم که چالش حاملگی رو انجام بدیم و روشش رو کار ندارم کلا. خب اونو که همه استادن دیگه. الان میخوایم فقط ببینیم که خانمای باردار با چه چالشایی روبرو هستن. پس بزن بریم که یه هندونه بخریم که به کمک اون هندونه بتونیم خودمون رو باردار کنیم و چالش‌ها رو انجام بدیم. پس بزن بریم. لیتس گو. بریم هندونه رو بگیریم. هندونه حاملگی رو بگیریم. اینا خوبه کش. این باید برام. نه خیلی گرونه. این میخوام. خب هندونه رو رفتیم گرفتیم و بریم که اینو به خودمون بس کنیم. سازش خوبه؟ ببینیم با این بچه‌مون چه چالش‌هایی می‌تونیم بدیم. بریم که اینو با چسب خودمون بس کنیم. لیتس گو. بریم سراغ اولین چالشمون. ببینیم با این می‌تونیم چیکار کنیم. خود دوستان این ظرفا رو داشتن برای ظرف شستن. اولین چالش ظرف شستن. دوستان تا اینجا ویدیو دیدید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال خودتون سابسکرایب کنید که چالش‌های زیادی داریم براتون. خب این ظرفا رو نشون که بشوره ببینیم ظرف شستن چقدر سخته برای خانم واقعا. یکم دیگه مایه بزنم. دوستان من یکم سختم دارم. کارا یکم راحت انجام میدم. واقعا سخته. این که چیزی بهت آویزون باشه. باید به شکمت آویزون باشه. خب چیزی بهت آویزون باشه. بخوای ظرف هم بشوری خدا وکیل سخت. این بچه برم همش میمارو بر میخواد. با شستیم. اینجا یه لحظه خسته شدم و نشستم. دیدم اصلا نشسته که نمیشه ادامه داد. بچه‌مو گرفتم به زور بلند شدم. رفتم دوباره سراغ شستن ظرفا. یکم شیک زدم. شیک شیطونک شیک شیطون. دیگه مشغول شستن ظرفا شدم. این چالش رو تموم کردیم. بزن بریم سراغ چالش بعدی. لیتس گو. خب بریم سراغ چالش بعدی. که خانم‌های باردار برای سلامتی نیاز به ورزش کردن هم دارن. ببینیم چه ورزشی میشه با این بچه کرد. این تقریبا 6 کیلوه. یکم دیگه بزرگه. اینا دوقلو باشه بکنن بچه‌ها. خب اما خودمون رو گرم کنیم. یعنی سخت ترین کار وایستادنه فقط. مامان خب گرم شدیم. یکم پروانه می‌کنیم. پروانه بریم. از این زاویه ببینید شما بگم خیلی بالاتر باشه. این چه چالشی خدا بگیری. خب بریم شنا. یا علی یا مولا. یک بچه میگه که نمیشه دوستان. با این بچه نمیشه بشه ورزش کرد. ورزش کنسل میکنیم. میریم سراغ چالش بعدی. آقا لایک ویدیوتون نره حتما لایک کنین، کامنت بزنین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین. میخوام لایو بذارم لایو با کلاشای زیاد. خب چالش بعدی چالش غذا درست کردنه. بزن بریم چیکار می‌کنیم با غذا درست کردن. وای بچه بیاید دنبالم. گوجه رو شستیم. بریم گوجه رو ریز کنیم. خب اولین کاری که میکنیم کونه گوجه رو در میاریم. همون ته گوجه رو اینجوری دقیقا میگم. حالا گوجه ها رو رنده میکنیم. سرآشپز کی بودم من؟ یا ابوالفضل.
دیگه هر لحظه این چالشی تر میشه واقعا. دیگه نه باشه بعدم یکم شک بریم. نه نمیتونم، من کار من با شک نیست. همین بچه رو نگه داشتم خیلی کار کرده. آقا اینم از تخم مرغ حاملگی. تخم مرغ نیست، آملته. تخم مرغ آملته. تخم مرغ آملت. آی خدا زبون نمیچرخه چرا. آملتمونم آشپزیمونم تموم شد. آملتمونم تموم شد. این چالش هم تموم شد. دوستان لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید. چالش های مد نظرتون رو تو کامنت ها بهم بگین. مرسی عشقای دلم. عشقای دلم این چالشمون هم تموم شد. این بچه‌مون هم بریم که با یه چالش دیگه بتونیم بگیریم. با خاطر حرمت این عرقای من هم که شده ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید عزیزان. چالشی دارین؟ هر چی چالش بود تو کامنت ها برام بگین، حتما براتون میگیرم. به خانواده ما هم ملحق شین. خیلی ویدیوهای فانه قشنگی داریم. مرسی از همگی، مرسی از نگاه گرمتون و خداحافظ.